آن پیر عهد خویش بود، در کمال از هرچه گویم بیش بود. شیخ بود و در حرم 50 سال، با مرید 400 صاحب کمال. هر مریدی کان او بود ای عجب، می نیاسود از ریاضت روز و شب. هم عمل هم علم با هم یار داشت، هم عیان هم کشف هم اسرار داشت. قرب 50 حج به جا آورده بود، عمری بود تا می کرده بود این مریداش. خود صلات و صوم بی حد داشت او، هیچ سنت را فرو نگذاشت او. پیشوایانی که در پیش آمدن، پیش او از خویش بی خویش آمدن. موی می بشکافت مرد معنوی، در مقامات و کرامات قوی. هر که بیماری و سستی یافتی، از دم او تندرستی یافتی. خلق را فی الجمله در شادی و غم، مقتدایی بود در عالم علم. گرچه خود را قدوه اصحاب دید، چند شب بر همچنان در خواب دید. که از حرم در رومش افتادی مقام، سجده می کردی بتی را بر دوام. چون بدید این خواب بیدار جهان، گفت دردا و دریغا این زمان. یوسف توفیق در چاه اوفتاد، عقبه دشوار در راه اوفتاد. من ندانم تا از این غم جان برم، ترک جان گفتم اگر ایمان برم. نیست یک تن بر همه روی زمین، کو ندارد عقبه‌ای در ره چنین. گر کند آن عقبه قطع این جایگاه، راه روشن گرددش تا پیشگاه. ور بماند در پس این عقبه باز، در عقوبت ره شود بر وی دراز. آخر از ناگاه پیر اوستاد با مریدان گفت کارم اوفتاد. می بباید رفت سوی روم زود، تا شود تعبیر این معلوم زود. 400 مرد مرید معتبر، پس روی کردند با او در سفر. می شدند از کعبه تا اقصای روم، طوف می کردند سر تا پای روم. از قضا را بود عالی منظری، بر سر منظر نشسته دختری. دختری ترسا و روحانی صفت، در ره روح اللهش صد معرفت. حالا دیگه بیتای بعد در توصیف